کوچک مردانی از دیار افغانستان که سرود انقلابی را اجرا کردند. 310 دانش آموز اتباع افغانستانی مدرسه پسرانه ابن سینا شهر قدس پیروزی انقلاب اسلامی ایران را در کنار دانش آموزان ایرانی جشن گرفتند. 22 بهمن سال 1357 بوده که امام خمینی وارد ایران شد و شاه از ایران رفته. به خاطر همین جشن رسمی و همین جشن را میگیم. در مورد پیروزی انقلاب اسلامی سال 1357 که خیلی خوشحالم این سرود خوندیم. فرصتی برای آشنایی دانش آموزان اتباع با انقلاب. هدف از این فعالیت‌ها و برنامه‌ها این هست که حفظ کلمه وحدت بشه، ما وحدت ملیمون تقویت بشه و یقینا رهاورد اون استقلال خواهد بود و استکبار ستیزی. دانش آموزانی که هنر دستشان را برای شرکت در این جشن آورده بودند. دانش آموزا خواستیم که تو مراسم فرهنگی ما و پرورش ما شرکت کنند. از جمله دستورزه‌هایی که به مناسبت دهه فجر بود و حضور دانش آموزان ایرانی اتباع ما تو این جشنواره خیلی فعال بود.